السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان علی قدرم، برادران و خواهران مسافر من، الله سبحانه و تعالی همه شما را نگهبان باشد و انشالله امیدوار هستم که این نوا را گوش کرده بعدا به دوستان خود ارسال میکنید، چون که این مسئله برای همه ما و شما خیلی مهم. روزهای اخیر از سامانه‌های خبری شاید شنیده باشین و باز تکرار مادر دانش چندین بدبخت ها، یعنی که مشینیک ها طریق رقم‌های کوتاه به شهروندهای خارجی و به شهروندهای خود روسیه زنگ زده و اونهایی که کارت بانکی دارند، سبربانک باشد دیگر بانک ها باشد، زنگ زده با آنها خودشانه خدمات بی خطری فلان بانک گویان اعلان کرده و یعنی معرف کرده و از اونها همون رقم های کارت بانکی رو میپرسند و متاسفانه بسیار از انسان ها به گفتهای این بدبخت ها باور کرده و اون رقم های کارت بانکی خودشانه به آنها نقل کرده و از دست خود هزاران یا میلیون ها روبل از دست میدن. دیروز یک انسان 1,50,000 روبل از دست داد. خب دوستان من، برای همین فقط شما در خاطر دارین که هیچ یک بانک از شما طریق تلفن شماره کارت های بانکی و اون 3 صفری که در آخرش هست از شما پرسان نمیشه، چون که این معلومات شخصی هر یک مزاج می باشد. برای همین دوستان من خودتان و دوستان خودتان احتیاط کنید و به همه دوستان رسانید که به زنگ های تلفنی چنین انسان های پلید به واهمه نفتند و خودشان به دست گرفته به گفتهای اینها باور نکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله تعالی یا نگهبان.